بارک الله. الله سبحانه و تعالی از این با علم زیاده بگرداند در همین جامعه و همین دنیا تا حیات است. الله علم لدنی عالمان و قاریانی با عمل بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که سونش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، این خاندان مبارک. ما شما را به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم. اکی بهار دین و دادر و جمشید جان و مناسبت این توی فرزند شکی ختنوی است تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی این فرزندان عمر دراز، رزق فراخ، تنیسیت، خاطر جمع در آینده یکی از عالمان و قاریانی با عمل شدنش را الله نصیب بدارد. عزیزمان، در این سحری فیض برکات شکلی که حضرت چندین سخنهای دلنشین گفتند تا که ما و شما قبول کنیم و عمل نماییم. مقصد از انشاءالله این محفل برای خود ما یک چیز غذا گیریم و غذای مادی ما شما امروز باید. عزیزان ایمان، هر روز ما از خوردن و آشامیدن دستی خالی نداریم، لکن غذای معنوی ما که ضعیف است. عزیزان من، ما نه در دین و نه در دنیا پیشرفت میکنیم. عزیزان من، حتی پیشرفت دنیا هم علم در کار است و پیشرفت دین هم علم در کار است. عزیزان من، دو چیز باید، دو تیره که انشاءالله سعادت این دنیا و سعادت آخرت میرسوند. عزیزان من، این علم است، چه علمی دینی چه علمی دنیاوی باید انشاءالله حاصل کنیم و این علم ها عمل کنیم. انشاءالله هر متخصصی که علم چی دینی دارد چی دنیاوی دارد اگر عمل کند انشاءالله این جامعه پیش می رود و این جامعه انشاءالله سعادتمند میگردد در این دنیا هم و در آن دنیا هم. افسوس که امروز هر متخصصی که داریم کاری خودش اجرا ندارد. هر انشاءالله عالمی که در این مملکت داریم باید از علمش انشاءالله مردم باید منفعت رساند، مردم انشاءالله منفعتگر بگرداند و چه عالم دنیاوی هم چه دینی هم باشد. عزیزان من، باید که از علمش انسان ها انشاءالله خداوند چیکار کنند؟ بهره بگیرند، چون که روز قیامت از علمی که الله داد پرسیده میشد است. میگفت است که خداوند من علم دادم، این علم در کجا صرف کردی؟ عزیزی من، علم در کدام ره صرف کردی؟ برای این هر یک علم دار انشاءالله علمش نه انشاءالله خدا خواهد عمل کند. البته این زمانهای خوب، زمانه های بهترین انشاءالله باید که ما و شما انشاءالله شکرانه کنیم، شکرانه بجا بیاریم. این نعمت هایی که امروز الله سبحانه و تعالی برای ما و شما، این نعمت و شکرانش میدانی چیست عزیزی من؟ بعد این خوردن باید نماز بخونی. اکثر جوانای نمازخوان امروز جوان نمازها را ترک دارند. عزیزی من، انشاءالله نسبت بیشتر 5 سال و 10 سال من مشاهده میکنم اکثری جوانا با به نماز شدیان، یا که نمیدانم پولشو زاید شد، مالشو زاید شد، دنیاشو زاید شد. این دنیا و پول پیش چشمت نگیره خدا خواهد انشاءالله. این دنیا این مالت مونده میرود در این دنیا. فقط یگانه انشاءالله خدا خواهد خداوند از عبادت طاعت از نماز و روزه تو میپرسد انشاءالله خدا خواهد. بینین این ناز و نعمت هایی که میخورین انشاءالله، بینین من 1000 خیر نمود ناز و نعمت هر روز انشاءالله. این برادرانی ما و شما که بچه زحمت ها میکشند در راه های مسافری کشیده میارن برای ما شما آماده میکنن، باید ما شکرانه کنیم. گفته یک شاعر چنین مثل های شعریش نمیارن. عزیزانی من،
به درد و کلفتی سهل و گران شکرانه باید کرد، به هر پستی و بلندی زمان شکرانه باید کرد. عزیزی من، هر درد می آید بالات، هر کلفت می آید، هر مصیبت می آید، هر خرسندی می آید، هر شادی می آید، شکرانه که انشاءالله خدا همه از جانب الله است. چی انشاءالله خرسندی ها، چی خوشبختی ها، همش از جانب خدا می آید و چی کلفت ها رم، چی بلا و چی آفت ها رم از جانب خدا می آید، لیکن خودت سببدار هستی عزیزی من. الله سبحانه و تعالی برای من و تو انشاءالله فرمان کی کرد که طاعت و عبادت کنی. انشاءالله اگر طاعت و عبادت کنی بخت و سعادت دو دنیا نمیرسی. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان چندین گناه ها را برای من و تو من کرد. اگر از این گناه ها من شوی انشاءالله بلا آفت نمیرسد. همش چی است؟ واسطه به من و شما است. زمین و آسمان و آدم احسانی خداوند است، به احسانی خدای مهربان شکرانه باید کرد. این زمین و این آسمان و این تمام مردم کی آفرید؟ الله سبحانه و تعالی آفرید. من و تو را انجینیر مو کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. عزیزانی من، ما و شما را خدا خواهد پدر سبب شد، مادر سبب شد، انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی اراده ای چی کرد؟ انشاءالله ما و شما را به دنیا آورده کرد و انشاءالله خدا خواهد ما و شما را پیدا کرد. این زمین و آسمان طبق های انشاءالله سخن خدا در 6 روز الله سبحانه و تعالی این دنیا را آفریدگی است. این همه این نعمت همش برای کی است؟ برای من و تو است. عزیزی من، این نعمت به ایچی میوه و ایچی هوا، این یک هوا دیگر شد، یک هوا کمتر زهرالو شد، همه لرزید. دنیا به داد اومد، دنیا به گریه اومد، دنیا به فیغان اومد که یک ویروس چه دنیا را لرزون. از دانی من همش از سبب رفتار و گفتار و عمل ما و شما است. اگر در این جامعه عملی خوب، طاعت، عبادت کننده، خداشناس زیاد شود، الله سبحانه و تعالی وعدش است که انشاءالله از زمینم از آسمونم الله انشاءالله خدا خد ناز و نعمت چه میبارونه. لیکن افسوس در این دیار ما و شما چقدر جوانا هستن انشاءالله، لیکن اکثرش به نماز، اکثرش به طاعت، به عبادت. با خوبم خداوند این قدر ناز و نعمت برای شما دریغ نداشته و شکرانه کنیم انشاءالله خداوند. زی آغازی جهان تا آخران طرفت العین است، در این یک لحظه عمری بیگران شکرانه باید کرد. عزیزی من، خدا سبحانه و تعالی 40-50 سال عمر دادگیت است. همین 40-50 سال عمر نه شکرانه کرده، همین عمر غنیمت دونسته، در همین عمر طاعت و عبادت. گفتی عطار میگد کرد ایزید مرا تو را از نیستی هست، از برای آن که باشی حق بر است. ایزید خدا تو را آفرید برای چی؟ برای خدا خواهد انشاءالله خدا را بین پرستش کردن، برای طاعت و عبادت کردن من تو را آفرید. استعیذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی. میگه ما نآفریدیم انسان ها را، نآفریدیم جن ها را مگرم برای عبادت من. چشم بکشا میگه حضرت مولوی، چشم بکشا اگر چشمی تو صاحب نظر است، زندگی از پی تأمین جهان دیگر است. عزیزی من، این زندگی ها از پی تأمین جهان دیگر است. همین آخرت برای آباد کردن در جنت بوستای سرا، قصرها و خانه های زیبا و دخترای جنتی را به دست آوردن. الله سبحانه و تعالی منو چرا آفرید؟ نه چشم بکشا میگد اگر چشمی تو صاحب نظر است، زندگی از پای تأمین جهان دیگر است. عزیزی من، این زندگی را برای تأمین کردن جهان دیگر ما تو و خدا آفرید در دنیا. باید که انشاءالله با طاعت و عبادت
انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ شکرانه کردن، یعنی جهان دیگر انشاءالله خدا خواهد آباد کنیم. جهانگیران به گور و کفن در دهر بسیارن، برای گور و چوب و رفتگان شکرانه باید کرد. عزیزی من، چقدر مردم به کفن، به جنازه، چقدر در زیر خاک، در زیر طوفان این کافران امروز پروردگار عالم بی چقدر به کفن و به چیز رفتن میگرد. تو در نزد جامعه میگرد، به یک جامعه جمع نزد اکا و دادر و پدر و مادر و خواهرود، با جنازه جمع، با کفن کامل، با انشاءالله دعای مردم گذشته ساده شکرانه که عزیزی من. امروز چقدر مردم دنیا یک نظر انداز به دنیا، امروز چقدر انشاءالله مردم ها در تشویش هستن، مردم ها در عذاب و کلفت گرفتار هستن. میگن این دم و این عمر و این پیش جامعه اندن انشاءالله جامعه جمع کتی تو را به آخرت سپاریدن، نمیگد شکرانه انشاءالله باید کرد. تمامی مردم شاداب دنیا تشنه میرن، برای یک کفی آبی روان شکرانه باید کرد. عزیزی من، جای هستن که آب ندارن، باور میکنن یک کف آب محتاج هستن. حالا ما چندین شهرها خدا خواهد گیر میگردیم عزیزانی من. البته آب مشقت است. من در بعض انشاءالله افریقا ها شما دیده ساده از به آبی مردم چقدر زحمت میکشند. انشاءالله خدا دی آبایی که الله برای ما شما داده است انشاءالله اینا شکرانه کنیم. انشاءالله خدا خواهد شکرانش بجا بیاریم. انشاءالله الله سبحانه و تعالی البته زیاده میکند. اگر ما و شما طاعت، عبادت، کاری، عملی الله کنیم انشاءالله الله بخواهد از سنت ریشیار یک چشمه را میبرارد. خدا قادر است، چون که این ملک از آن خودش است. این تمام دنیا خدا خواهد همش اپراولشش الله هست. الله اگر بخواهد ما خوب شیم، آدمای نیک شیم، راه گناه و زنا و پرسنت و عرق و دزدی و فالبینی و دیگر گناه از خود مپرتاییم و جوانای طاعت عبادت کننده شویم انشاءالله خدا خواهد از سنت ریشار آب میبرارد. لیکن صدها افسوس همش عیب ما و شما، چون که ما فرمان خدا نکرده سادیم، گفته خدا به جان آورده سادیم. عزیزانی من، هر آنچه داد خدا پروردگارم باز میگیرد، و شادی بخشی روحی جسم و جان شکرانه باید کرد. عزیزی من، این ناز و نعمتی که داد اگر ما کفران کنیم خدا میگیرش. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره ابراهیم میگه اگر شما یعنی کفرانی نعمت کنین عذابی من بالای شما سخت است. عزیزی من، این ناز و نعمت چی هست که شکرانش 5 وقت نماز بخونه خدا خواهد انشاءالله. باور میکنه اگر امروز مخلوق یاردمت کند، اگر یک دکتر یک دستک تلیچین یکنه خدا خواهد انشاءالله تا مردن تا همون دکتر نه تعظیم میکنیم. تا مردن تا اگر باباش پیش خونت بگذاره دلیده دقیق نزن اکجان آشد کنه گوشت تیو، لیکن بچه قدر انشاءالله مشقت انشاءالله خدا خواهد تو را یعنی دست و تلیچین یکن یک عمر می نداری، لیکن خدا از پیدایی شد از سرچشمه رحم مادرت تا بگور و تا قیامت خدا مهربان است. این قدر ناز دید یک بار ناانصاف کلا سبحان الله الحمدلله الله اکبر نگو، شرمندگی است. زندگی نگن مخصوص بحری بندگی است، زندگی به بندگی شرمندگی است. حضرت مولا میگن این زندگی هایی که بندگی نداشته شد. همین روز فرعون بینه تمام کافرهای دنیا تعنش میکنن که وای بزباش نکست، وای خدا نداره، اطاعت کردگار نداره، وای خودش در دنیا چی اعلان کرد انا ربکم الاعلی، گفت من خدای شما هستم. همه از مسخره میکنن که خدا نداره در این دنیا. بینید ما الحمدلله چی داریم؟ الله داریم، آفریدگار داریم.
انشاءالله خدا خد. باید آفریدگار را گوش کنیم، گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خار شوی. عزیزی من اگر این فرمان خدا بکنی انشاءالله دائم شاد هستی، دائم الله از هر گونه آفت و بلا و از هر گونه درد و غم و کلفت ما و شما را انشاءالله نگه می‌دارد. ما و شما را الله سبحانه و تعالی چی است در این دنیا در آخرت هم سعادت مند میکند. در این دنیا نزد مردم خارج نمیکند. بین امروز صاحبایی که علم هستند همش حرمت دارند، همش عزت دارند، همش شرف دارند انشاءالله خدا خدینه. افسوس نگید. برای رفتگانی آرمانی خیر باید گفت، برای زندگی بندگانی شکرانه باید کرد. عزیزی من کسانی که از ما رفتند عزیزانی من، ما هم میریم، این جهان همین است، هیچ کس در این دنیا ستم نمیشد. هممون انشاءالله خدا خواهد امروز از سحر است خدا 50 سال و 60 سال و یک عصر عزیزی من وقت داری، یک عصر همین در مابین یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم. برای چی؟ چونکه پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم یعنی 63 سال عمر دیدن انشاءالله خدا خواهد. در دوام 63 سال این دنیا را ترک کردن که بهترین شخص بودن، بهترین انشاءالله انسان بودن در تمام دنیا این خدا خواهد عالمی بشریت. الحمدلله همین این پیغمبر همین عمر دیدن بود. من اوترم عمری چی بسیار نمیبینیم از داری من، اما راه محمد قر است. خدا قرآن نمیگد استعیذ بالله و کل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقی. بگو ای محمد متاع دنیا اندکه 40-50 سال خلاص کن. همین 40-50 سال متاع دنیا را باید که ما در فساد صرفش نکنیم. عزیزانی من در طاعت عبادت در جامعه انسان شوکی عصرها تو را یاد بیارن. گفتی شیخ سعدی یاد دار مگر وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان، چنانزی که وقتی مردنی تو خندان باشی همه گریان. همین شعره در پیشتاکی خوند نیستمون. یاد دار مگر وقتی که امروز فرزندک به دنیا می آید در رادام در زادگاه نیستی خدا خواهد انشاءالله همون خواننده پایسته. وقتی که فرزند به دنیا می آید همه شادی، همه خرسند، مبارک بادی. چی بچیان مبارک است، چی دختران مبارک بادی میکنی یا دیگر مونه. بیچاره و دار دارد گریسته است از هیچ کس بابا اعتبار نمیتید، همه با مبارک بادی با خرسندیش یاد دار میگن. تو خندان بودی همه مردم تو گریان بودی میگن. وقتی که میگه تو از این دنیا میگذری همه گریان باشد و تو خندان باشی. عزیزی من وقتی که از این دنیا میگذری انشاءالله آدم صالح شو، خدا ترس شو، نماز خون، عبادت کننده، به مردم فایده رسون شو. این مردم انشاءالله خدمت بکن. عزیزانی من پیغمبر علیه السلام در حدیث میگن خصلتان لا شیء افضل منهما النؤمن بالله و نفع للمسلمین و خصلتان لا شیء اخبث منهما الشرک بالله و الضر للمسلمین. پیغمبر دو خصلت است که از این خوبتر در دنیا خصلت نیست. یکیش ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی. ایمان بیار انشاءالله خدا. آمنت بالله گو، خدا تشناس انشاءالله خدا خواهد. یا اللهی که خدا خواهد انشاءالله سرت بلا بیاید یک جا که در کند انا بعد الله گویی کنی یک بعد اوهو از ترس از درد خدا خواهد زور اومد بعد الله میگویی. ولی الله در انشاءالله تنسیتی گو، الله در پیش از بلا اومدن یاد کن. الله خدا فرمان شد در جوانیت کو، بعدی پیر شیری خدا خواهد انشاءالله و میگه زالی کهن گرگ میگه در پیریش هم چی میشود بعد انشاءالله خدا خواهد خوب میشود. میگه در جوانیت این سکره بگی عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. در جوانیت یعنی طاعت عبادت پیری پایسته نبید که من که پیر میشم کن که بعد چیکار میکنم طاعت و عبادت میکنم. نگو میگه انشاءالله خدا خواهد. باید در جوانیت انشاءالله طاعت عبادت کرده بگی عزیزی من انشاءالله.
در جوان خصوصی میگد همه مردم گریان باشد و تو خرسان باشی انشاءالله. گویم ای خدا جان کاش که همین جوانه عمرش خدا خد 10 سال دیگر 20 سال دیگر زیاد میکرده که چی بود انشاءالله فایده رسون به انشاءالله مردم بود. میگه دو خیصیت است که از اینا بدتر نیست. یکیش شرک آوردن به خدا، ایمان نآوردن به خدا، خدا را رب بودن شیطان نگرفتن. عزیز من الله تنگی، الله عبادت شکن، سرتون مصیبت میاد خدا خواهد بعد 50 بار الله میگوی، شب تا سحر بعد گریه میکنی. خدا را یک جوان میگه که در حیات من خدا نگفت آدم همین زمین جنبید یک باره خدا گوشیدم، از مردنش ترسید و بعد خدا گوشید. ما هممون مجبوریم به خدا رو بیاریم. حواره نشو این کاری که میکنی به خدا خواهد پوشیده نیست. همش الله سبحانه و تعالی میبیند میشنود انشاءالله. خیال نکن که من الله نمیبینه و من گفتگی کار میکنم کردگی کار میکنم بندش نمیبیند. امروز پیش من میآید بعضی آدم ها میگه دامله یک سیر میگم همین کامera کو کلوچت نیست. اما این کامera تو نترس در بالا که 2 تا کامرای با خدا نمیگه کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. اما میگه در بالا که 2 تا کامera خدا سویت کرده، نه تاک در کار، نه بطریه در کار، نه اکومولاتور در کار، هیچی در کار نیست. شب و روز کلوچتت میکنه. چی در درین چکری گناه میکنی، چی در کاسموس میکنی، چی در خانه خدا خواهد آهنی میکنی، چی در درون بحر و کشتی و کیهان میکنی، فرق ندارد. همش عکس برداری میکنند، همش الله سبحانه و تعالی میبیند برای شما. 2 چیز سوم میگه، چهارمش ضرر رسوندن به مسلمان. عزیزانی من هرگز باید که مسلمان دلازار نباشد. مسلمان باید که انشاءالله همسایش هم محلش اکا و داده رو یعنی اطرافنگیاش آزار نتید. در عرفیت میگن که از دلازار خدا بیزار. این خصلت بدترین در اسلام هم ضرر رسوندن به مردم بوده است. امروز میشنوم همسایه دائم آزار نداده است. امروز میشنوم بعض جوانای کروتای پدرکاش آزار داده است. بعض جوانای کروتای مادرکاش آزار داده است. بعض جوانای کروتای زنی بیچارش که 2-3 فرزند کردگی است، شب و روز خدمت چه میکند میزد است، آزار نداده است. نماز خوانی نماز دلازار قبول نیست. دل به دست آور که حج اکبر است. یک دلی به آزار از هزاران کعبه بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزار است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. عزیز من انشاءالله خلاقت این دل الله نظر نکنه. در حدیث میگه که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. میگه خدا شما را صورتتون نگاه نمیکند که چمی جنس داریم، کپکه داریم، تو خدا خدین شاه ریش داریم، چپان داریم، معصی داریم، لباس های قیمت بها داریم، نمیبیند نگه. اینه ولا ینظر الی اموالکم، مالات نمیبیند تو یک صندوق دلار داریم یا اینکه ماشین جیب داریم، چی خانه های 10 قبطه و 13 قبطه داریم، چی دچه ها داریم، نمیبیند. این الله ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، خدا دل تا میبیند. اگر دل چطور باشد در دل نسبت اکا و دادر تو همسایت، اگر خدا خواهد بخیلی و حسد و کینه داشته باشی تو آدم نیستی. باید مسلمان در دلش کینه نگیرد، حسد نگیرد. عزیز من اکش اکا گوید، دادرش دادر گوید، اپش اپش گوید، خواهرش خواهر گوید. عزیز من و عملکم، خدا میگن عملهای شما را میبیند. عزیز من عمل که انشاءالله علم انسان میگیره به خاطر عمل کردن. این گپا را ما برای ستون و دیوار نزده سادیم، ما برای انسان زده سادیم که تا که انسان شنود و خطاهیاش اصلاح کند. عزیز من روز قیامت محکمه سود الهی میرفتیم، نزد در دوزخ میرفتیم، مالک پریزیدنت دوزخ و پراولایش دوزخ میدانی میخست است میپرسید است ای بنده خدا
در همون دنیا عالمان نبود، در همون دنیا اگان کس نبود که تو را بگوان. اینا چی نگفتن؟ بود لکن ما افسانه نشمردنش. بر دری دوزخ از شما پرسن، بر شما عالم نبود، گفته عالمان بر گوش احمقان افسانه بود. بود نفتیم ما افسانه نشمردنش. کی عالم میگه گو کی برده؟ حالی کی گوره دیده؟ قیامت کی دیده؟ امروز به ایمانا چین اگیتاسیا میبری، پروپاگاندا میکنی کی رفته؟ کی مرده؟ حالی میری خدا خواهد انشاءالله. حالی بعد خدا خواهد حالی میدرای گوری تاریک انشاءالله خدا خواهد. همون گور میره حالی خدا خواهد. حالی پگر روز قیامت پیشی چندی پیغمبر دیده میایی، از حضرت آدم کاشته تا محمد دیده می اومده. جان آدم جان بابا پدری ما بودی، جان محمد جان من شفاعت کن. محمد کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. کی را محمد شفاعت میکنه؟ اما کسی که فرمان خدا و پیغمبر کراشه، نماز خونداشه، طاعت عبادت کراشه، سنت های پیغمبر در زندگی تو در حیات عملی اجرا کراشی، انشاءالله الله سبحانه و تعالی خدا خواهد خودش مهربان است، خودش تو انشاءالله خدا خواهد میبخشد، خودش تو انشاءالله پگه بوستان سرای و داخل اون جنت جاویدانی که بهاری به خزان دارد، زندگی به مرگ دارد، جوانی به پیری دارد، خرسندی به غم دارد، شادی خدا خواهدی به چشم نم دارد، خوردن است، آشامیدن است، بول و غایت ندارد. دخترهایی که 70 دختر میتید، 70 رنگ میتید عزیز من انشاءالله. این برای کیست؟ این برای من و تو است. در همین دنیا خدا خواهد انشاءالله 5 وقت نماز در یک سوت که 1 ساعت میخونی، 1 ساعت 23 ساعت آزاد استی کن. 23 ساعت چی کاری میکنی اجرا میکنی کن؟ به همین 1 ساعت خدا چقدر مکافات های نابلی و در این دنیا حرمت و عزت بلند میکند عزیزی من. می خانتون مباد یک کار میکنی شه بزن نصیحت کنی میگه الان بای روف جان گو، همون بای عبدالله گو، باید که یک نمازخانه را جمع که این کردگی خیر احسان و در دنیا قبول شد. ایهاز بهاد میتین، ایهاز بهاد داده میگنید امروز بهاد داده سادیان با نماز و به نماز و زناگر و دوست و قیمارباز و صالح و جوانی خوب و جوانی بد و بعد پگه خدا پگه بهاد نمیتید در محکمه سودیش. و هر چیزی که میکنه پیامبر کسی که روز قیامت کسی را دوست داره به هوای خدا خواهد یک جای میشه. اگر امروز عالما دوست داری، مسجد را دوست داری، اهل علم دوست داری، راه خوب و راه حق گیری، پگه به همینا خدا خواهد انشاءالله جنت میشه. نه راه بد را بگیری پگه به هوای خدا خواهد فرعون و هامان و امیه ابن خلف که یک جای پگه در دوزخ میشه. عزیزی من صحبت کنیم، صحبت بسیار است انشاءالله. امروز با وقتی کاری است، وقتنا بسیار نمیگیریم انشاءالله. الله سبحانه و تعالی امروز با جمعه مبارک است، خدا فرصت کرد در جمعه مبارک با شما عزیزان هم صحبت میشیم. عزیزان من انشاءالله خدا خواهد این صحبت های کردیم انشاءالله اولا از ما کشیده هممو عمل کنیم انشاءالله خدا خواهد. عمرها رفته است، عمر نمیستد، عمر تکرار شونده نیست عزیزی من. این فصل ها تکرار شونده است. میدین بهار میشود، زمستون میشود، تیرما میشود، با تابستان میشود، لیکن عزیزی من این عمر تکرار شونده نیست. عمر گشته نمی آید، امروزش گذشت سحر نمی آبیش. تو امروز عمر غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. پگه بعد عزیزی من پشیمان میشه، پگه پیر میشه، اگه طاعت میکنیم میگوی که پوسکد میآید انشاءالله خدا خواهد. اگه طاعت میکنیم که پاچک در میکند، دولینی میشی، چشمات خیره میشود عزیزی من. چون که پیرین دکردگی طاعت همش با کم بدیا هست. من امروز با نشینی ما اکثر با پیرا هستن، میگم بابا جان همین مسجد نمیری، میگه بچم پاچکم در میکنن، بچه دولینی هستم، بچم امروز سرم گیر میگردد، هوایم آرزو داشت جوانیش نکی پیر شام نماز میخونم طاعت عبادت میکنم. این چیزا را از مینت بی پرتا خدا خواهد. چون که چندین جوانا هستن که امروز نرسیدن، ندانی چندین جوانا خدا خواهد اینشن، چندین جوانی نازنین میگن رفتن زیر زمین، باور نداری رو ببین رفتند و ما هم میرویم. این چندین جوانا امروز یک قبرستان برا یک انشاءالله نظر بکن انشاءالله چندین جوانکای انشاءالله خوب زیر خواب هستند.
آرزو داشتن هوایان انشاءالله نماز بخونم، طاعت میکنم، عبادت میکنم، لیکن افسوس که الله سبحانه و تعالی انشاءالله فرصت نداد. انشاءالله خدا خد از دانی من در اینجا صحبت به پایان میرسانیم. با قاری یک انشاءالله قرآن میخونن و حقی گذشتگان انشاءالله خدا خد یک دعا میکنیم انشاءالله. الله اگر خدا خد انشاءالله فرصتیت برای من هممو رای خوب، رای طاعت، رای عبادت گیریم انشاءالله. خدا خد شاید الله سبحانه و تعالی ما شما را رحم کند، چی در این دنیا چی در آخرت انشاءالله. خدا خد سعادت من میشه. این سری بیا ما همجا خون ما دیش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي يستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، برهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان، بی کسان، بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، همه اهل خاندان جمیع گذشتگیاشون، پدر، مادر، بابا، بی اکا و دادر، خسرو خشنومن، جمیع گذشتگانی همین اهل جمعیت، همین دیارنم، همین اهل جماعتی که در این اشتراک دارن، پروردگار طریق رحمت شایسته جنت، قبرهاشون پر نور، آخرشون آباد بگردان.
بگردانی و آنچه ناز و نعمتهای خداوندی که این کادگان خانه پیراستند خداوندا به درگاه خود قبول نمایی، سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی آرامی خاطر جمی فیض و برکات عطا نمایی. همین کودکارم خداوندا خودت عمری دراز، رزقی فراخ، تنی صحت، خاطر جمع، در آینده عالمان و قاریانی با عمل یا که از متخصصان خوب شده نزد الله نزد جامعه خدمت کردن شده الله نصیب بداری. و آنانی که در اینجا خدمت دارند، چی از پاورها، چی از دستداران اونجا، چی این عکس برداره که این چی انشاءالله خلاص صدا بلد کننده که و چی زنهایی که ناز و نعمتهای خداوند رو پیراسند خداوند در عمراشو، در رزقاشو، در کسب و کاراشو الها برکات. تمامی پروردگارا تمامی مسافرها که در سفر هستند اله سفرهای با برار، صحت بودی سلامت، با کیسه های پر، با روزهای سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتن رو الله نصیبه بداری. و این انشاءالله یعنی استقلال که به توفیل و این ناز و نعمت در چی دینی چی دنیا خداوند میسر گردانیدی تا قیامت پایدار بداری. رئیس جمهورم خداوند خودت عمری دراز، رزقی فراخ، تنیسیت، خاطر جمع چی که برای این انشاءالله یعنی مردمی اهل ازبکستان زمین شرایط بهترین کرده دادستیم به یاردم الله. خدا در امراش تمام خادمان حکومت هم توفیق شنا با رفیق بگردانی. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. شما دین نوری دیده تاریسه